اینجا پارک حافظیه هستش. امروز به اتفاق دختر گلم اومدیم برای ورزش و هواخوری و امیدوارم امروز بهمون خوش بگذره. فضای بسیار قشنگ و دل انگیزی هستش. پارک صبح نشاط آور هست و آدم از این مناظر به این زیبایی واقعا لذت میبره. من که به نوبه خودم خیلی خوشحالم که امروز سعیده خانم باعث شد منو با خودش همراهی کنه به این پارک و بتونم از این مناظر بهره ببرم و اینجا رسیدیم به جایی که وسایل ورزشی بسیار عالی اینجا مستقر شده، ولی دریغ از یک ورزشکار و واقعا افسوس میخوره آدم توی این هنگام صبح ورزشکاران نمیان از این موقعیت خوب استفاده کنن و از این امکانات بهره کافی ببرن. خیلی خوبه که آدم بتونه در اوقات فراغت خودش از این امکانات توی پارک ها به خوبی استفاده کنه. منتظریم تا به اینجا این بخش از پارک اومدیم، با ورزش صبحگاهی بعضی از همشهریای خودمون روبرو شدیم که تونستن شرایط بسیار خوبی برای خودشون ایجاد کنن و ورزش صبحگاهی تو فضای مفرحی به این زیبایی برایشون دلنشین تر بشه. هر گوشه این پارک که آدم نگاه میکنه با دیدن گلهای به این قشنگی و فضای به این دلنشینی تو اوایل صبح روز خوبی رو برای خودش امیدوار هستش که رقم بخوره و واقعا من هم این حس رو دارم برای خودم که امروز باید روز خوبی باشه برای من که تونستم اول صبح به اتفاق سعیده خانم بیایم از این فضا استفاده کنیم.